اینجا گرماب است که به نامهای ام القرآ و شهرک انقلاب نیز شناخته می شود. یکی از پرجمعیت‌ترین قریه‌های لعل و سریدنگل است. این منطقه که با 500 خانه شهرت دارد، جایی است که مردمانش با تلاش و پشتکار زندگی ساده اما پرمعنایی را رقم زدند. در دل این قریه 4 مسجد به عنوان نماد ایمان و معنویت مردم، در کنار یک کلینیک با تجهیزات کامل و دواخانه‌ای با دکتران ماهر، خدمات بهداشتی را به ساکنان ارائه می‌دهد. بازار کوچک و صمیمی این قریه علیرغم اندازه کوچک خود تمام نیازهای روزمره مردم را تأمین می‌کند. اما آنچه که بیشتر از همه در اینجا جلب توجه می‌کند، هوای دلپذیر و طبیعت آرامبخش آن است. در فصل زمستان هوای سرد آن به خستگی‌های زندگی روزمره طعم خاص می‌دهد. و در بهار هوای معتدل و سرسبز منطقه برای هر مسافر دلانگیز و دلنشین است. تفریحگاه‌های مشهور این منطقه شامل سریچل، دره، دربند. گرماب اگرچه با کمبود آب روبرو است، اما هوای سالم و طبیعت دلنشینش تمام این کمبودها را جبران می‌کند. در این منطقه گاوها گوسفند در دل دشت‌های وسیع پرورش داده می‌شود و مردم به شغل‌های کشاورزی، مالداری و دکانداری مشغول هستند. اینجا گرچه مردم با کمبود اقتصاد روبرو هستند، اما ایمان تلاش وسیع آنها در زندگی پرمعناست. علم و دانش در این منطقه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. دختران و پسران این سرزمین با سواد، آگاه، همچنان در مسیر رشد قرار دارند. بزرگان این قریه با تلاش‌های فراوان نه تنها در عرصه‌های علمی بلکه در عرصه‌های فرهنگی نیز نقش برجسته‌ای را ایفا کردند. از جمله شخصیت‌های شناخته شده و پر احترام این منطقه می‌توان به استاد شیخ غلام علی جوادی، رئیس شورای قریه گرماب اشاره کرد. همچنان محترم استاد میرزا حیدر لعلی به عنوان یک استاد بزرگ و خطاط برجسته همواره در دل مردم این دیار جایگاهی ویژه‌ای دارد. حاجی دکتر واحدی، دکتری برجسته و با کمال